به هم زدند. تخصص نوردیسک در تریلرهای جنایی، فیلم‌های درام و ملودرام‌های کم و بیش جنایی بود. از جمله داستان‌های درباره برده‌های سفید، نوردیسک یک سیرک داشت که به طور دائم دایر بود و برخی از فیلم‌های اصلی آن ملودرام‌هایی درباره زندگی کارکنان سیرک بودند، مانند 4 شیطان و جهش مرگبار سوار از بالای گنبد سیرک. فیلم اخیر درباره کنتی است که به خاطر بازپرداخت بدهی‌های دوست قماربازش ثروت خود را از دست می‌دهد، اما به دلیل مهارتش در اسب سواری در سیرکی کار پیدا می‌کند و در آنجا ماجراهای رمانتیکی با 2 زن پیدا می‌کند. یکی از این 2 زن می‌کوشد از روی حسادت او را بکشد و کاری کند که اسب او از روی سکوی بلند سقوط کند. دومی از او پرستاری می‌کند تا سلامتیش را باز یابد. تهیه کنندگان رقیب این فیلم ها را به خاطر فشرده کردن چرخش های داستانی ناگهانی و موقعیت های عاطفی قوی در 1-2 حلقه تحسین می کردند. اگرچه چند شرکت کوچکتر در همین دوره کار خود را شروع می کردند. اولسن توانست آنها را بخرد یا از میدان کسب و کار به در کند. با این همه شرکتی که فیلم ورته را ساخت یکی از همین شرکت‌های کوچک بود. این فیلم باعث شهرت ناگهانی بازیگر زن اصلیش یعنی آستان نیلسون شد. آستان نیلسون هم مانند ماکس لندر یکی از نخستین ستارگان سینما بود. او تیره و لاغرندام بود و با چشمان بزرگ و نگاه نافذش از زیبایی نامتعارفی بهره می بود. نیلسون عاقبت نقش زنهایی را بازی می کرد که با خاطر خوشبختی مردی که دوست می داشتند خود را فدا می کردند. نیلسون استعداد کمدی هم داشت و هرچند در تئاتر آموزش دیده بود، اما نخستین بازیگرانی بود که سبک بازیش هیچ مدیون تئاتر نبود. نیلسون برای کار به آلمان آمد و در آنجا به یکی از ستونهای صنعت سینمای آن کشور بدل شد. صنعت سینمایی دانمارک سلامت خود را تا آغاز جنگ جهانی حفظ کرد. جنگ جهانی نخست آن را از بسیاری از بازارهایش محروم ساخت. کشورهای دیگر. انگلستان به رهبری شرکت تولید فیلم سیسیل هپورت در این دوره هم یکی از نیروهای اصلی بازارهای فیلم جهان باقی ماند. فیلمسازی به کشورهای دیگری هم راه گشود. برای نمونه فیلم سیستماتیک نخستین بار در سال 1908 در ژاپن شروع شد. بیشتر فیلم‌هایی که در این کشور ساخته می‌شدند ضبط نمایش‌های کابوکی بودند و در قالب نماهای ثابت فیلم برداری می‌شدند. در آلمان هم چند شرکت تولید فیلم کار خود را شروع نمودند. اما در این کشور هم فیلمسازی زودتر از سال 1913 رونق نگرفت. پاته بر فیلمسازی روسیه سلطه داشت، اما چندین شرکت فیلمسازی جدید هم در این دوره جای پای خود را در روسیه محکم می‌کردند. در کشورهای دیگر شرکت‌های تولید فیلم کوچکی کار خود را شروع می‌کردند. چند فیلم تولید می‌کردند و باز از صحنه ناپدید می‌شدند. در یک نگاه کلی سالهای پیش از جنگ جهانی نخست شاهد ظهور فرانسه، ایتالیا و ایالات متحده به عنوان مراکز اصلی فیلم بود. این کشورها در صحنه بین المللی بازار فیلم هم با هم رقابت می‌کردند.
از اینکه تا پایان این برنامه همراه ما بودید سپاسگزارم. با امید به اینکه این برنامه مورد توجه و رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشد، تا دیداری دیگر همه شما خوبان را به خدای بزرگ می سپارم. پیروز باشید.